بهروز ایراد، خیلی خوشحال هستم در خدمت شما. به هر حال از قهرمانان به نام و به عبارت صحیح‌تر پر افتخارترین قهرمان پاراقایقرانی کشورمون در بخش بانوان هستید که خواهش به می‌کنم. هر حال هنوز هم ماشاءالله در آستانه 40 سالگی ولی زنده باشین، پرقدرت، سلامت پرتوان در باشین. میدان هستید، در آب پارو میزنید و برشید از خودتون بفرمایید، از کجا آغاز کردین، اهل سلامت کجا هستید باشین. و چطور شد با پاراقایقرانی آشنا شدید؟ 15 ساله که سابقه حضور در اردو تیم ملی رو دارم و اینکه در رزومه ورزشی خودم مدال قهرمانی جهان، مدال بازی‌های پارآسیایی و 10 مدال قهرمانی آسیا و سابقه حضور در 3 تا پارالمپیک رو دارم که الانم جهت حضور در مسابقات قهرمانی آسیا که قرار در پاتایا برگزار بشه حضور داریم. ایشالا بتونیم بار دیگر افتخاری دیگر رو برای ایران عزیزمون به مقام بیاریم. خب اهل کجا هستید؟ چطور شد با قایقرانی اصلا آشنا شدید؟ من اصالتا کرمانشاهی هستم، کردم. زنده باد، زنده و باد. اینکه قایقرانی رو از سال 90 زمانی که یه تست استعدادیابی در تهران برگزار شد رو شرکت کردم که خوشبختانه عملکرد خیلی خوبی داشتم و تونستم اردوی تیم ملی راه پیدا کنم. به به، بسیار هم عالی. کرد دلاور و این همه افتخار دیگه، سلامت اصلا باشین. تعجب نمی‌کنیم. ما ماشاءالله ایران عزیزمون، سرای بزرگمون پر از در واقع قهرمانان و استعدادهای ارزشمند مناطق کردنشین هم که دیگه جایگاه ویژه خاص خودشون رو دارن. درود بر شما. بریم به سراغ آنچه که در واقع در ذهن شما جرقه زد که من میتوانم. چطور شد شما به این باور رسید، با اینکه اهل شهر و استانی هستید که خیلی هم به قول معروف شرایط قایقرانی، حالا آبهای آرام رو به اون صورت امکاناتش رو نداره، ولی شما به این باور رسیدین و ثابت کردین که این باور درستی بوده؟ من با توجه به محدودیتی که داشتم همیشه در تلاش بودم که چه در زمینه تحصیلی چه در زمینه ورزشی همیشه جزو تاپ ترینا باشم و جا داره اینجا بگم که در زمینه تحصیلی هم من فارغ التحصیل رشته کارشناسی ارشد حسابداری هستم و اینکه جزء نخبه‌های علمی دانشگاه بودم و به خاطر حضور در اردوی تیم ملی متاسفانه نتونستم در مقطع دکترا ادامه تحصیل بدم. ان شاءالله کارم بکنید، حالا به امید خدا لایقش هستید. در تلاش هست که حتما من این ادامه تحصیل رو بدم. جدای از اینکه خیلی تشویق میکنه در زمینه ورزش بایستی آدم موفق باشه، خیلی هم تلاش میکنه، یعنی ورزشکارا رو تشویق میکنه که حتما به تحصیلاتشون واقعا بها بدن. حالا این که این نگرش رو در واقع در ذهن شما شکل گرفته، چه چیزی باعثش بوده؟ آیا راهنمای خوب داشتید؟ آیا خودتون در واقع رفتین جستجو کردید و بهترین نوع نگرش و اندیشه رو پیدا کردید؟ قبل اینکه بخوام جواب این سوالاتو بدم، من این محدودیت رو به دید یه ویژگی منحصر به فرد خودم میبینم. من شاید بگم به واسطه همین شرایطی که داشتم شهلا بهروز ایراد شدم و اینکه نه اینکه بخوام اغراق کنم، من تونستم از این شرایطی که هست از اون نقطه بالقوه رو بالفعل تبدیل کنم. درود بر شما. و اینکه اون نقطه ضعف رو به نقطه قوت خودم تبدیل کنم. چقدر عالی فرمودید. بله. و اینکه اصلا ناراضی نیستم از این شرایط و تونستم بهترین خودم باشم. حداقل از این راضیم. به چه نکته فوق‌العاده‌ای اشاره کردید شما که به هر حال به دلیل همون بحث فقط یک واکسن ساده‌ای که در پیش از 1 سالگی به درستی اتفاق نیفتاده و واکسن فلج اطفال ظاهراً نزده بودید، این به هر حال مشکل از ناحیه پا براتون به وجود آمد. همین مشکل رو در زندگی با اراده خودتون تهدیدی بوده که تبدیل به فرصت کردید. دقیقاً. یعنی ازش نه تنها آسیبی ندیدید، روح و روانتون به هم نریخته، آمدید و به عنوان یک فضا و یک بستری برای کسب افتخار برای خودتون و کشورتون ازش استفاده کردید. دقیقاً همینطوره. زنده باد. از کجا به این در واقع نگرش و باور رسید؟ من با توجه به اینکه یه خانواده‌ای دارم که کلا خیلی ورزش دوستن و اینکه یکی از برادرای خودم از ورزشکارای تیم ملی کشتی بودن، کلا خانواده خیلی تشویق می‌کرد تو این زمینه. بله. و اینکه منم تمام تلاشم این بود که بتونم بهترین خودم باشم. به به، فوق‌العاده فوق‌العاده. حالا یه مقدار بریم سراغ دنیای قهرمانی و خاطراتی که در این کوران و در این مسیر داشتید. قطعاً ماشاءالله در 15 سال فعالیت در سطح اول تیم ملی یک اتفاقاتی درش افتاده، جریاناتی بوده، خاطره‌ای، نکته‌ای، مطلبی از این دوران دارید برای ما تعریف کنید؟ خاطره‌ای که دارم برمیگرده به سال 2013 در مسابقات قهرمانی آسیا بودش که یکی از دوستام که یکی از ورزشکارای شاخص و به نام قایقرانی هستن، خانم هدیه کاظمی، اون سال تو ماده 500 متر در ردی بزرگسالان تونست اولین مدالش رو بگیره توی قهرمانی آسیا. مدال نقره رو گرفت فکر کنم تو 500 متر. بله.
و اینکه بعدش مسابقات ماراتون داشت که متاسفانه 4م شد، ولی من فکر میکردم که 8م شده. خیلی داشت گریه میکرد، ازم خواستن که برم دلداریش بدم و اینکه وقتی رفتم پیشش بهش گفتم هدی جان اشکال نداره، تو داری دست پر برمیگردی به ایران، مدال تو داری و اینا، ناراحت نباش، اشکال نداره 8م شدی. بعد گفت شهلا جان 8م نشدم 4م شدم. بعد گفتم چه فرقی میکنه 4م باشی تا آخر، فرقی نداره، رو سکو نرفتی. درود بر شما، خیلی عالی. اومدین دلداریش بدین، خانم زدین کلا 4 تا رتبه هم آوردین پایین‌تر. به هر حال بله اون لحظه اون دیدن اون صحنه همون لحظهش بود که اون حقیقتش تبدیل به قهقه شد که شما اومدین من دلداری بدین که چرا من در پایان این گفتگوی کوتاه از شما میخوام با حالا هم استانیای خودتون، کردهای عزیز، هموطنای نازنینمون در اقصا نقاط کشور پهناورمون ایران صحبتی داشته باشید. بالاخره جوان‌ها، نوجوان‌ها در دوره‌های خاص هممون همین مراحل رو گذروندیم. شاید یه مقداری دچار ناامیدی بشن، شاید یه مقدار لحاظ روحی روانی اون وضعیت ایدئال رو نداشته باشن. چه صحبتی با این عزیزان دارید و به عنوان کسی که مسیر نوجوانی و جوانی رو طی کرده و با عزم و اراده خودش رو رشد داده، هیچ مانعی در واقع سر راهش قرار نگرفته و به موفقیت‌های بزرگ رسیده، شما چه پیامی برای این دوستان دارید؟ پیام من به جوانان اینه که تمام تلاششون رو بکنن که به هدفشون دست پیدا کنن و اینکه شرایط جامعه باعث نشه که اونا رو ناامید کنه و اینکه برای خواسته هاشون بجنگن، بتونن که فعل خواستن رو صرف کنن، اما یه صرف واقعی واقعا. امیدوارم که بتونن بهترین خودشون باشن. خیلی راحت بپرسم از شما، اینا که در واقع صحبت‌های ایدئال و قشنگ است، شعار که نیست، واقعا شدنیه؟ واقعا شدنیه. یعنی همه چیز از افکارت شروع میشه. زنده باد. اندیشه. اگه بتونی اون ورودیای ذهنتو کنترل کنی، قطعا میتونی به چیزای خیلی بزرگی دست پیدا کنی. درود بر شما. با عزم و اراده‌ای که قطعا شما شایستگی داشتید، انشالله تک تک جوانان سرزمین ما هم داشته باشن و به آرزوهای خیر و خوبشون برسن. خیلی سپاسگزارم که به ما افتخار دادین در این گفتگو شرکت کردین. خانم شهلا بهروزی راد، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم، به ویژه در همین مسابقات پیش رو، مسابقات قهرمانی آسیای تایلند. سلامت باشین. مرسی. سلامت باشین. مرسی. فرزندان ایران